وقتی که این گیرنده های نامه اعمال با دست چپ وقتی وارد دوزخ می شوند، وقتی که اینها را در دوزخ پرتافته می شود، برای اینها چی طعام بود و برای اینها چی شرابی هست، خواستم این جمعه برای شما تحلیل کنم و برای شما از آیت های قرآن و احادیث های رسول اکرم برای شما بیان کنم. لیکن وقتی من اطراف این موضوع تماشا کردم، اینا در یک جمعه و دو جمعه من برای شما بیان کردن نمیتوانم، زیرا خیلی یک موضوع وسیع در اطراف طعام دوزخی ها و نوشاکی های دوزخی ها در قرآن وجود دارد. لیکن کم هم که باشد من یک کمی برای شما خبر میدهم، لیکن انشاءالله در یگان سوال و جواب من برای شما شاید که باز زیادتر در اطراف نوشاکی ها و طعام های دوزخی ها خبر دهم. البته از جمعه گذشته خیلی معلوم است که دوزخ چی جای پرهیبتی بود، چی جای دهشت، چی جای عقوبت. و این گونه بود که حبیب خدا در حدیث مبارک فرمودند اینی ارا ما لا ترون. ای امتان من، ای بندگان خدا، ای پیروان قرآن، ای کسانی که در دنیا نام اسلام و نام مؤمنی دارید، اینی ارا ما لا ترون، میبینم آن چیزی را که شما نمیبینید. میبینم، حبیب خدا گو من مشاهده میکنم، من میبینم آن چیزی را که افسوس چشمهای شما باید دیدن نمیتواند. چگونه ای که در شب معراج حبیب خدا دوزخی ها را دید، عذاب دوزخ دید. حتی میگوید وقتی من به نزد یک تنور رسیدم، امروز ما و شما چکدان میگوییم، وقتی به نزد این تنور رسیدم، از داخل این تنور یک آواز، یک صدای دردناک می برآمد. اعلاه ضیق، این تنور میگوید بالاش بسیاری بسیار تنگ بود، لیکن اسفله واسع، لیکن پایانش بسیار گشاد بود. چگونه ای که امروز همون تنورهایی که ما و شما نان میپزیم که بالاش بسیار تنگ است و پایانش گشاد است، و همین منزله میگوید یک منظره را در دوزخ دیدم که داخلش بسیار عذاب داشت. وقتی که ما نزدیک این تنور شدیم، در داخل نگاه میکنم که مردها و زنهای عریان وجود داشت، و وقتی که از پایان آتش می آمد به نزدیک اینها داد می گفتند، با تمام آواز صدا می زدند. وقتی این آتش کاری خودش انجام می داد، اینها را عذاب می داد، باز آتش که پایان می رفت باز خاموش می ایستادند. حبیب خدا گفت می بینم آن چیزی را که شما نمی بینید، دیدم آن چیزی را که شما ندیدید. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا یأکله الا الخاطئون. برداشتن اونها را، بردن اونها را ما و شما از جمعه گذشته فهمیدیم، چگونه می بردن، چگونه می پرتافتن، چگونه برای اونها عذاب می دادن. از اینها ما و شما آگاه شدیم. آمدیم به جایی که ولا طعام الا من غسلین لا یأکله الا الخاطئون. به جای رسیدیم که وقتی که اونها را در دوزخ که می پرتافتند، وقتی اون بلندی که من برای شما جمعه گذشته خبر دادم
که یک سنگ پرتافته شد، 70 سال این سنگ به قعر دوزخ رفته رسید. وقتی این دوزخی، این گناهگار وقتی پرتافته می شده است، وقتی به این قعر دوزخ که می زده است، افسوس که در اونجا پشیمان می شود. دیگر پشیمانی در داخل دوزخ هیچ فایده ای ندارد.